دیرین دیرین. در زمان بی سر و سامانیان از روی آتش می پریدند تا زردی خود را به آتش داده و سرخیش را بستانند. آنها پلیدی ها را در دارت ریخته و از خود دور می کردند، اما جاذبه زمین حالشان را می گرفت. آنها بغض و حسد خود را در زمین چال می کردند، غافل از اینکه ترکیب بغض و حسد انفجارزایه. در این روز آنها تنبلی و سستی و رخوت و کاهلی را در دینامیت می‌گذاشتند، اما ترکیب اینها با هم انفجار نزایه و به عنوان آخرین رسم باقی صفات ناجور را در موشک ریخته و به دور دست‌ها می‌فرستادند. غافل از اینکه موشکشان زمین به همان زمین بوده است و در نهایت با جسم و جان نیمتنه سالم به استقبال سال نو می‌رفتند.